1 ماه قبل از اینکه شخص سکته بکنه بدنش 4 تا علامت رو به شخص نشون میده، ولی چون خیلی ها نمیدونن این چیزا رو متاسفانه داغدار میشن. نه لایک میخوام نه کامنت، ولی این ویدیو رو دست به دست کنین چون یه نفرم که نجات بدیم بسیار ارزشمنده. 1. درد منتشره در قفسه سینه همراه با تنگی نفس. خیلی ها این قضیه رو با مشکلات تنفسی اشتباه میگیرن، ولی یکی از پیشاگهی‌های عصر سکته است. 2. درد تیر کشنده به سمت چپ، فک، گردن و مچ دست راست. اینو خیلی ها نمیدونن، فکر میکنن مشکلات قلبی فقط به دست چپ میزنه. 3. عرق سرد همراه با بی‌حسی و بیحالی به همراه ترس و اضطراب بی‌دلیل. و 4. سرگیجه، تهوع، استراخ و دلدرد. خیلی ها اینو با مشکلات معده اشتباه میگیرن، مخصوصا در بیماران دیابتی. اون وقت میرن چای نبات و زنجبیل میخورن، فکر میکنن معدهشون سر شده، که اتفاقا این کار اصلا نباید اون لحظه انجام بشه. اگه این علائم رو داشتی باید اقدام فوری داشته باشی و به پزشک مراجعه کنی. برای پیشگیری کلمه سکته رو همینجا بفرست، دایرکتت رو چک کن.